این ماجرایی که دارم واسه تعریف می‌کنم باید فیلمشو بسازن. دوستی دارم به نام پژمان که برادرش پیمان 25 سال 27 سال پیش رفته بود آمریکا. بعد ماجرا اینجا شروع میشه که پیمان که در آمریکا بوده به پژمان که در تهران زنگ میزنه و میگه که سلام داداش چطوری؟ اینا بعد 15 سال چه خبر، چه احوال؟ زنگ گرفتی؟ به به، 2 تا بچه داری؟ به به، چقدر جذاب، چقدر عالی، 2 تا دختر، وای چقدر زیبا. اینا خیلی دلم واسه تنگ شده، میخوام بیام ایران ببینمت، قربونت، خداحافظ. این دوستمون که در تهرانه با خودش میگه 15 سال بود به من زنگ نزده بود، چه جوری که او زنگ زده و فلان. اینا خیلی دوست جالب میشه. آدرس خونه‌ش هم میده و تمام. 2 روز بعد یه باکس خیلی بزرگ میاد در خونهشون که زده بود از طرف برادرش پیمان تو آمریکا. و پیمان تو آمریکا اینو فرستاده بود. اینا باکسو باز میکنم، یه ساعت موچی خیلی گرون قیمت، حالا گرون قیمت که برندش کنت کول بوده، و کیف زنونه، کمربند مردونه، چرم درجه 1، برندهای خوب، عروسکای بچگونه، لباس بچگونه، اصلا کیف بچگونه، یه چیز خیلی جالب. اینا رو فرستاده بوده. اینم میبینه و میگه واو، برادر من بعد 15 سال چه یهو لارج شد، یه چه حالی داد، دمش گرم. و خلاص ساعت رو میبنده و لوازم استفاده میشه و اینا. 2 هفته بعد یهو زنگ در خونه میخوره. بله، پیمانم از آمریکا. خوش اومدی، تو اومدی، چه بی خبر، بیا بالا. و خلاصه دیده بوسی و گریه و زاری و اشک و فلان. میگه که داداش زحمت کشیدی، این باکس رو فرستادی، خیلی لطف کردی. میگه کدوم باکس؟ میگه این باکس که واسه من فرستادی. میگه من باکسی نفرستادم، من کادوها رو برای چی فرستادی؟ خودت داشتی میومدی چرا مثلا؟ میگه نه من چیزی نفرستادم. میگه بردار بیار ببینم چی فرستادم. میگه بابا این ساعت، اینها، این کمربند، این فلان، این چیز، اون. خلاصه داداش پیمانه میره تو فکر، میگه که واقعا چقدر عجیب، چه واقعا بیار اینجا ببین عروسک بچه رو بیار. عروسک بچه رو باز میکنن و حالا ماجرا از چه قراره. این آقای پیمان خان در آمریکا که بوده، سالها زندگی میکرده، این نه کار قانونیشو انجام داده بوده، نه نمیدونم حالا پی آر یا گرین کارت چیه، اونو نگرفته بوده، هیچ رجیستری نکرده بوده و این توی چیز میگشته، این توی دنیای بلک سیاه کار میکرده و نمیدونم یه حقوقی بگیره و تکس رد نکنه و نه تکس ماهیانه نه سالیانه هیچی، و خیلی در خفا اسخوی زندگی میکرده. در ضمن تو این تجمعای نمیدونم فلسطینی و ضد اسرائیلی و اینا هم شرکت میکرده و واسه خودش گروهکی راه انداخته بود و اینا. خلاص اینو میگیرن میبرنش و بهش میگن که تو خیلی جرمت سنگینه و یه چیزی بوده نمیدونم 27 سال نمیدونم 28 سال 22 سال چی واسه زندان بریدن و هیچ راهی نداری. اون وکیلی که وکیل رایگان بوده در اختیارش قرار میدن، چون وضع ووزی هم نداشته، اصلا کلا ایران هم اومده بوده، وضعی نداشته، با 200 دلار اومده بوده ایران. تو هیچ راهی نداری، باید بری زندان. فقط یک راه وجود داره، اونم اینه که ما بتونیم اثبات کنیم که تو در ایران کسی منتظرته و چون که بحث انتظار و ایناست ما میتونیم تو رو بفرستیم ایران و دیگه اینجا نمونی، یا اینکه انتخاب کن، خود انتخاب با خودت، میخوای اینجا 20 سال بری زندان یا اینکه مثلا بری برگردی ایران. اینا میگه خب من برمیگردم ایران. میگه ولی باید ثابت کنی. اینم زنگ میزنه به برادرشو، میگه داداش چطوری که اون تلفنه بوده که داداش شاکری مخلصیم فلان اینا، و بعد به اونا ثابت میشه که این کسیو داره، آدرس و مشخصات و همه چی همینم. بعد اون چیزایی که اینا فرستاده بودن خونه برادره خود آمریکایی‌ها فرستاده بودن، جی پی اس، میکروفون، دوربین، تو همه این لوازم‌ها بوده، فقط واسه این که چک کنن ببینن که این مثلا برادرش تو این کارهای مثلا گروه تروریستی اینو چیکارن، مثلا آدمای عجیب غریب، آدمی که 20 سال اینجا هیچ کاری نکرده، اصلا هیچ ردی از خودش نیست و اینا. بعد که متوجه میشن نه این اصلا کلا چلمن بوده، این 20 سال اصلا معلومه چیکار کرده اینجا واسه خودش و همینجوری سرگرم بوده و یه تفکر دیوانه‌وار مثلا الکی رفیقش داشته میرفته اونجا گفته پاشو بریم، مثلا اینجوری بوده سیستمش. مطمئن میشن که خبری نیست، اینو برش میگردونه. و اونجا اون شبی که برادر اومده بوده عروسک بچه رو که باز میکنن توشو، اینو من دیدم با چش خودم که توش میکروفون گذاشته بودن، تو کمربند مردونه جی پی اس بوده، توی نمیدونم اون ساعت جی پی اس بوده، میکروفون بوده، همه چی که بتونن صدا رو ضبط کنن و ببینن که این واقعیت داره یا نه. و خیلی واسه من جالب بود این قضیه. اصلا مثل که اون داستان اون زندانه، البته این از خودم میگم، اونم شاید اصلا خودشون در آوردن، اصلا زندانی به کار نبوده، فقط میخواستن یه جوری اینو بندازن توی بازی که این رضایت بده آدما از زیر زبونش بکشن که تو ایران با کی در تماسه و اینا.
بعدم که مطمئن شدن خبری نیست فرستادنش اینا، گفتن برو به درد آمریکا نمیخوره. و این ماجرا خیلی واسه من جالب بود. گفتم با شما در میون بذارم، یه نتیجه گیری هم میکنیم در نهایت. سیاست واقعا پدر و مادر نداره. خیلی خوب، دوستتون دارم. فعلا.